حادثه‌ای که در استان فارس اتفاق افتاد و الاغی که قربانی خشم کشاورز شد. برای شنیدن این ماجرای جذاب و واقعی تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. سلام، به وکیل کینگ خوش اومدین. امروز میخوام موضوعی رو براتون بگم که قاضی در مورد اون حکم عجیبی داده. دیگه در مورد جزئیاتش حرفی نمیزنم، بریم تا با هم ببینیم ماجرا چی بوده. در سال 1388 مردی در استان فارس با آتش زدن عمدی یه الاغ زنده با یه حکم جالب مواجه شد. داستان از این قراره که یه شخصی با پلیس 110 تماس میگیره و از سوختن یه الاغ به دست یکی از مزرعه داران خبر میده. بعد از این تماس ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه رفتن و جسد یه الاغ رو پیدا کردن که بر اثر سوختگی مرده بود. بعد از تحقیق متوجه شدن که یکی از کشاورزان باعث این حادثه شده و کشاورز هم بعد از بازجویی اعتراف کرد و گفت در مزرعه‌ام کاهو کاشته بودم و هر روز برای سرکشی مزرعه چند ساعتی به آن محل میرفتم. اما روز حادثه متوجه شدم که الاغی وارد مزرعه‌ام شده و داره کاهوامو میخوره. عصبانی شدم و 2 لیتر بنزین رو روی الاغ پاشیدم و اونو سوزوندم. بعد حیوان در حال سوختن پا به فرار گذاشت که بعد از چند ساعت فهمیدم مرده. با این اعترافا پرونده به شعبه 102 دادگاه جزایی فسا ارسال میشه و قاضی دادگاه کشاورز رو به 50 ضرب شلاق محکوم میکنه. اما از اونجایی که کشاورز سن و سالی داشت و سابقه کیفری هم نداشت، رأی دیگه جایگزین شد که در رأی دادگاه اومده کشاورز باید به جای تحمل شلاق و به عنوان مجازات جایگزین 20 تا از احادیث معصومین در مورد مهربونی با حیوانات رو یاد بگیره و 1 سال هم از کاشتن کاهو توی مزرعه‌اش خودداری کنه. یه الاغ بی صاحب رو هم به مدت 3 ماه نگهداری کنه و تغذیه الاغ رو به عهده بگیره. کشاورز هم این حکم رو پذیرفت و به رأی صادره اعتراضی نکرد و این حکم به وسیله اجرای احکام دادسرا اجرا شد. این بود ماجرای الاغی که در ایران به آتش کشیده شد و حکم عجیبی که قاضی در مورد مجرم صادر کرد. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اگه دوست دارید که در مورد ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید، حتما کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید. تا درودی دیگر، بدرود.